اسرائیل امروز فرمانفرمای این بلاد اسلامی دارد میشد و اگر این بی‌تفاوتی و این کمک و این تفره زدن برای اینکه بشناسند اسرائیل را به رسمیت، اگر این به نتیجه برسد، او فرمانفرمای همشون خواهد شد و همینطور که حالا تحقیرشون کرد و ذلیلشون کرد در مقابل خودش به امر امریکا، به طرح امریکا، این مطلب توسعه پیدا می کند و در همه جا ریشه می دواند. مکرر این مسئله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی کند به اون جایی که هست، قدم قدم پیش می رد و هر قدمی که رفت میگه ما کاری نداریم، ما همین است، فردا قدم بالاتری برمی دارد. امروز لبنان است، فردا خدای نخواسته سوریه است، پس فردا عراق است و همینطور